بزرگ محترمین، آیه‌ای که قبلا به حضورتان تلاوت کرده شد، محتوای آیه دو چیز است. یکی جواز نکاح، دیگه بیان عددی زنهایی که در یک نکاح واحد جایز است. الله سبحانه و تعالی مهربانی میکنه که فانکحوا ما طاب لکم، یعنی به نکاح بگیرید ای جوانان مسلمان آن زنهایی که به شما خوشایند است، آن زنهایی که نکاحش به شما حلال است، اون رو به نکاح بگیرید. یک آدم نمیتونه که محرماتی خود بگیره، مادری خود، خواهر خود، عمه خود، خاله خود، بیارزده خود، خوارزده خود به نکاح گرفته نمیتونه. این حلال نیست. آن زنهایی که نکاحش به شما حلال است، یعنی به شما محرم نیست، اون رو شما به نکاح بگیرید. پس اینجا جوازی نکاح را دانسته شد. اینانی شما که نکاح میکنین یک دختری مسلمان را، در نکاح شما چند زن جایز است؟ این میتونید که مثالش 1 2 3 4 از این به بالا شما نکاح کردن نمیتونید در یک نکاح واحد. اگر زن انسان میمیره میتونه زیاد گرفته، لیکن در یک نکاح واحد، در یک وقت واحد، در یک شرایط واحد از 4 زن به بالا جایز. این نص قرآن است. الله سبحانه و تعالی میگه که فانکحوا ما طاب لکم، به نکاح بگیرید آن زنهایی که به شما حلال است. مثنا 2، ثلاثه 3، رباع 4. فین خفتم، پس اگر شما خوف کردید، شما بی غیرت شدید، بی دل شدید، شما عدالت را جاری کردن نمیتونید، واحدتانی، چون فانکحوا واحد. پس شما یک زنی واحد بگیرید. اگر شما خوف جور دارید، خوف ظلم دارید، بی عدالتی را دارید، بی انصافی را دارید، خلاصه یک زن بریش مانید. بزرگ محترمین، اینانی نکاح به خود مفهوم داره، به خود ارکان داره، به خود شرایط داره، به خود خواص داره، به خود اشیای معتبره داره، به خود ضد داره. نکاح ضد نکاح تنها باری تعالی به خود ضد نداره، الله به خود ند نداره، همتا نداره، شریک نداره. تمام اشیایی که در دنیا است به خود ضد داره. مشرق ضدش مغرب است، فوق ضدش تحت است، شمال ضدش جنوب است. خلاصه ای که امین نکاح ضدش طلاق، ضد تاریکی روشنی هاست، ضد گرمی سردی هاست. هر چیزی را که در عالم ببینیم خالی از ضد نیست. یک قدرتی فوق داره. تنها باری تعالی است که علمی از او فوقی از او دیگه علم نیست، قدرتی از او دیگه فوق دیگه قدرت نداره و خود امکان نداره. خلاصه اینانی ضد نکاح چیست؟ طلاق است. یک کسی که یک دختری مسلمان در نکاح خود میگیره، این مین وجه رق است، این غلامی هست، کنیزی هست. اصل در نکاح اصل حضر است، یعنی نباید یک زنی حر و آزاد غلامی یک شوهر بکنه. این جواز داره لیکن اصالت نداره. مثل یک آدم در سفر میروه، اصل نیست که روزه خود بگیره، لیکن جایز است، عزیمت همی است، رخصت چیز خورده هم میتونه. این نکاح به خود اصالت نداره. اصل در نکاح حضر است، عزیمت هم است که باید نشود، لیکن رخصت هم است که جایز است. چرا؟ اینجا بسیار حکمتان یافته است. در جوازی از این حکمتان یافته است. یک حکمت هم است که دو قبیله متضاد همین نکاح با هم نزدیک می سازد. هیچ رابطه نباشه، از طریق نکاح رابطه می آید. جناب رسول گرامی صلی الله علیه و سلم زنهای متعدد از قبیله متعدد گرفته. حکمتش هم است که همین قبایل متعدد ارتباط با رسول الله پیدا کند، دفاع کند از دین رسول الله، از حریم رسول الله، از مقدسات دین دفاع بکنه. همون تو بود. اینانی کسی که زنی خدا
طلاق میگه انتی طالقون، ولو که ارادش الحمدلله هست لیکن در لسانش انتی طالقون میگه، زن طلاق میشه. برام و طلاق به خود اقسام داره: طلاق رجعی، طلاق باین، طلاق مغلظه. در حین وقوع هم سه قسم است طلاق: حسن، احسن، بدعی. طلاق رجعی هم است که به لفظ واحد انتی طالقون میگی، یا 2 مرتبه یا 1 مرتبه زن طلاق میشه، لیکن زن عدت تیر میکنه، در داخل عدت شما رجوع کرده میتونید. طلاق باین هم است که رجوع میکنین بدون تجدید نکاح، شما رجوع کرده به این زن میتونید. اگر شما زنهایتان را طلاق باین بکنید، طلاق باین چی معنی؟ به لفظ باینن، بدتتن، بدتن، یعنی تو زن تبوی که دیگه هیچ باری ما کار نیستی، برو خانه پدرت، زن طلاق میشه. برادران این کار میکنید لیکن عاقبت از این را نمیسنجید، برو خلاصه دیگه با کارم نیستی، برو خانه پدرت، برو، از تو بیزار هستم. اگر در این نیتی طلاق داشته باشین زنهایتون طلاق هست. تا که شما تجدید نکاح نکنین در طلاق باین، هر باری که با این انبستری میکنین شما یک زنا را مرتکب هستید. تا روزی که زنده هستی زنا میکنی. خلاص اولادی که از تو میبرویه کاملا حرام زاده هست. اگر شما طلاق مغلظه میکنین 3 مرتبه طلاق میگین، با در این صورت به تجدید نکاح نمیشه. خلاصه ای که تا که حلاله نکنین امکان نداره، لیکن در طبیعت و وجدان انسان جایگزین است. اما در حین وقوع طلاق 3 قسم است: طلاق احسن، یک طلاق بکو زن را بگذار که عدت تیر شود، دیگه مثلا طلاق واقع نکوی، طلاق احسن است، خودش باین می شود. عدت تیر چی معنی؟ همین 3 حیض ماوار ببینه خودش باین در داخل، لیکن رجوع نکنی. اگر در 3 بعد از 3 عدت 3 طلاق واقع میکنی، این طلاق حسن است. اگر در وقتی حیض طلاق میکنی، این طلاق بدعت است. طلاق میشه لیکن بدعت است، این خلاف سنت است، خلاف سنت رسول گرامی صلی الله علیه و آله. برادران، جناب رسول گرامی صلی الله علیه و آله میگه که ثلاثه هزلهن جدا و جدهن جدا. 3 چیز شوخی و راستیش خلاصه، شوخیش هم راستی است، راستیش هم راستی است. کسی که با شوخی زنش طلاق بگه به خداوند قسم است که طلاق. با شوخی قسم بخوری قسم است. با شوخی اگر تو غلامت آزاد میکنی، شوخی آزاد میشه. اما مفهوم نکاح ایجاب و قبول است. حکم نکاح مهر است. شرط نکاح شاهد است. در اون مقامی که نکاح صورت میگیره اگر شاهد نباشه نکاح جواز نداره. 2 نفر باید شاهد باشه. اما چیزی که معتبر در نکاح کفاعت است. کوف بودن معتبر است. در 4 چیز کوف است: در دینداری یعنی دیانت، در نسب، در مال، در غنا، در صنایع، در صنعت و در کسب و کار. لیکن کفاعت از جانب زن است.